امامعلی رحمان پرزیدنت تاجیکستان روز 23 دکبر سال 2022 در پیام سالانه‌اش به هر دو مجلس پارلمان خبر داد که از 1 مارس سال 2023 مزد کار کارمندان مقامات حفظ حقوق و خدمتیان حربی 25% و دیگر کارمندان این مقامات 20% زیاد کرده شده. از 1 ایول سال 2023 مزد کار کارمندان معارف، تندرستی، ساحه حفظ اجتماعی، استیپندیاهای دانشجویان و همین طور نفقه ها با شمول انداز نفقه زمینوی 20% افزایش داده می شوند. همین طور از 1 ایول سال آینده باید حجم نفقه های سقراطی و دولتی نیز دست کم 16% زیاد کرده شوند. امامعلی رحمان در پیامش بار اول از صورت و صفت اینترنت در تاجیکستان تنقید کرد و گفت نرخ و صورت اینترنت قانع کننده نیست. امامعلی رحمان گفت تامین نمودن صورت بلند اینترنت و دسترس بودن نرخ آن برای رشد اقتصاد رقمی ذهنی و تامین نمودن امنیت اقتصادی و جلب سرمایه ضروری می باشد. او افزود با آنکه شماره کاربران اینترنت در تاجیکستان چور از 3 میلیون نفر رسیده است، صورت و ارزش اینترنت هنوز قانع کننده نیست. سیاحان به کجا می روند؟ به آن کشوری که صورت بلند اینترنت دارد، تاکید کرد پرزیدنت. امامعلی رحمان از خدمات علاقه و شرکت‌های مخابراتی طلب کرد که برای بالا بردن صورت اینترنت، پست کردن نرخ آن و دسترس کردن اینترنت بلند صورت در منطقه ها تدبیرهای ضروری اندیشند. یادآور می‌شویم که اینک 20 سال باز رهبری ساحه علاقه تاجیکستان را قدای پرزیدنت بیگ صبور در دست دارد. این بار اول است که امامعلی رحمان از نتیجه کار قدایش انتقاد کرد و آن هم در پیام سالانه‌اش. امامعلی رحمان در پیامش گشته و برگشته مردم را به شکرگزاری از وطن آباد دعوت کرده و گفت در شرایط کنونی که جهان در یکی از حساسترین دوره‌ها قرار گرفته است، مردم تاجیک باید هوشیاری و زیرکی سیاسی را از دست ندهند. ما یراق هسته‌ای نداریم. من پیشترم گفته بودم که یراق هسته‌ای ما این وحدت مردم تاجیک است، گفت پرزیدنت تاجیکستان در پیامش. او همچنین از مردم دعوت کرد که خراجات بیهوده را برای برگزاری توی و معرکه‌ها کم کرده، پولهای از این حساب ثروت شده را پسنداز کنند و برای کارهای مهمتری از جمله برای تعلیم فرزندان خود خرج کنند. امامعلی رحمان که 5 اکتبر سال 2022 به سن 70 رسید، از پایان سال 1992 اینک 30 سال باز بر تاجیکستان، یکی از فقیرترین کشورهای شوروی سابق که منبع اساسی درآمد اکثر خانواده‌هایشان مردکاری در روسیه است، حکومت می‌راند. چندین سال باز نقشه از او به پسر کلانیش رستم امامعلی سپردن زمام حکومت مطرح است، ولی امامعلی رحمان هر دفعه به هر بهانه اجرا این نقشه را به عقب می‌اندازد.